دزدی به قصد شناسایی در قالب تشنه‌ای در خانه ای را زد و آب خواست. دختر بچه کاسه ای دوغ خنک برایش آورد. مرد دوغ را تا آخر سر کشید و گفت حتما وضعتان خوب است که هر کس از شما آب بخواهد به او دوغ می‌دهید. دختر بچه گفت نه خیر، دیشب برای میهمان دوغ درست کردیم ولی موش توی آن افتاد، استفاده نکردیم، دادیمش به تو. دزد حالش گرفته شد، کاسه را به زمین کوفت و شکست. دختر بچه صدا زد بابا این آقای بی‌تربیت زد کاسه غذای سگمون رو شکست. و پدر و برادرانش که هیکلمند بودند فک دزد را پیاده و کتک خورش را ملس نمودند. دیگه بسیجی های مشنگ هم فهمیدن که تو داری نظام و مقام عظما رو میگی که زهر برجام کوفتی پایین نرفته، باطلاق موشکی و زهر منطقه‌ای هم بارش شده. آیه دکتر به دلیل وفور بدبختی نظام اینجا درگیر نمیشم و میرم سراغ سوالات. این غلام حسین محسنی اژه‌ای مگه وقت ما علف خرسه که سوال غلام حسین محسنی اژه‌ای رو جواب بدم برای تو؟ این سوال نیست، کاش سوال بود. چیه باز گوش خورده؟ بدتر نامرده با اقدام به یک فقره عمل شنیع صوتی در برابر دوربین‌های خودی و بیگانه با آبروی امام و مقام عظما بازی کرده و پخش کنین اون کلیپو، پخش کنید ببینم. این مدرک جور رو پخش کن. این که چیزی نیست. اگه قرار باشه همه کارهای زیرزیرکی آقایون رو بشه، این یکی میشه آبرودارشون. یه قلم خود مقام عظما. خواهش میکنم عظماشون نگین. نه سوال کردی باید وایسی جوابتو بگیری. تو قانع شدم. فقط جهت اطلاع خودم مقام عظما از این حرکت خبر داره و تایید میکنه؟ جواب تو با یک مثال استراتژیکی میدم. به خوک گفتن که تو ناراحت نمیشی که به هر کی میخوان توهین بکنن میگن خوک. خوکه چی گفت های دکتر؟ نه تو واقعا انتظار داشتی خوک حرف بزنه جواب بده؟ آیه دکتر من رسما اعلام جرم میکنم. هر چی مقام عظما ضعیفتر و درمونده تر میشه شما بیشتر اهانت میکنین. بعد از خروس و سگ و خر مقایسه با خوک و کجا این درم جا بدم؟ کجا ایشونو با خوک مقایسه کردم؟ همه شاهد بودن. من سکوتشونو با سکوت خوک مقایسه کردم. بعد از 3 سال که همه زهرخوری رو دیدن ایشون هنوز سر برجام حرفشو صاف نمیگه. حالا تو منتظری سر سوت بلبلی و مشنگه موضع بگیره؟ دلی خونین و قلبی جریحه دار ولی با ذهنی قانع شده. میرم سراغ سوال بعدی. در همون جلسه فاش شد که مدارک یک سرباند و قاچاق و تحویل آقای اژه‌ای دادن ولی این گذاشته کنار. این از اون سود بدتر بود. بازم سربسته بهت میگم در قالب یک مثال استراتژیکی. لطفاً یکی و دیگه به مقام عظما ربط ندین. هنوز از مثال اون خوک کمر راست نکرد. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن به بهادر عرض کردم بله میفهموندن که به دانش آموزه گفتن انشا بنویس دوست داری چی کاره بشی. نوشت دوست دارم قاچاقچی بشم پولدار بشم. معلم کلی دعواش کرد، پدر مادر رو احضار کرد، گفت بچه رو توجیه کنین که درست جواب بده. تو انشای بعدی بچه نوشت میخوام قاضی بشم. چرا؟ که از قاچاقچی‌ها پول بگیرم تبرئه‌شون بکنم پولدار بشم. تقصیر شما نیست، تقصیر اون صادق لاریجانی 63 حسابه، رئیس همین مشنگه. سوال بعدی تو مورد سفر وزیر خارجه انگلیسه. چی دادیم چی گرفتیم؟ چرا حاضر نشد تا اینجا که اومد یک کنفرانس مطبوعاتی ناقابل بذاره؟ کل سفر شد همین که 2 تا جام زهر تحویل نظام بده و بره. آی دکتر نه خیر کار دیگه هم کردم باش. ظریف شوت با اون علی لاریجانی مشنگ رفتن پیش شغلی بقیه آدمای نظامو کردن. آیه دکتر سیانمایی نکنین. بالاخره همین که تو کنفرانس منطقه‌ای اسم نظام ما میاد نشونه‌های موفقیت دیپلماسیه. خب شدی همون مشنگه که میگفت عکس هم بره تو روزنامه. حالا اشکالی نداره صفحه حوادث باشه به اسم کسی که کامیون به این زده و در رفته. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض کردم بله میفهمودن مشنگه به باباش گفت چیه خیلی ناراحتی اگه مشکلی داری بگو بالاخره من پسرتم. بابای گفت آره یه مشکل گنده دارم اونم تویی.
دکتر فکر کنم جر و بحث سر برجام 2 و 3 نظام رو تضعیف کرده، شدیم آش نخورده و دهن سوخته. به نظر میاد بهتر زودتر بپذیریم که این دعوا تموم بشه. میشه تو فقط سوال بکنی نظر ندی بذاری جوابا رو من خودم بدم؟ عجب بدبختی گیر کردیم ما. خب وقتی سر مذاکرهش تو نظام اینطوری دارن قرقره هم دیگه میجوون، ببین دیگه بعد خوردن زهر 2 و 3 چی میشه؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفهموندن که یه رفت داروخونه گفت شربت اشتها آور چند قیمتش؟ طرف گفت 14 تومن. یارو گفت او خیلی گرونه. بعد داروخونه چیه؟ بهش گفتش که تو که 14 تومن برات گرونه، مثلا میخوای اشتهات باز بشه که چی بخوری؟ اصلا دکتر از روشن شد یا شربت اشتها آفر برات سفارش بدم؟ اصلا از روابط خارجی بگذاریم که همش ضایعاته، ولی در جبهه داخلی حاجی روحانی گفته کلید مشکلات اقتصادی تو دستشه. درسته یارانه ها رو حس میکنه ولی همه رو مرفه میکنه. خسته نباشه حاجی روحانی که خرج طرحهاش از جیب مردمه. حکایت مشنگه است که پشت کنکور مونده بود، نذر کرد اگه دانشگاه قبول بشم مادر ما پیاده میفرستم کربلا. تو یکی دیگه گول خالی بندی رو نخور، تو با من چرخیدی. یارو اومد افه و قپی بیاد اعلامیه زد به دیوار دانشگاهشون که آقا کی پای است جام جهانی با هم بریم روسیه. یکی زیرش نوشت که 3 سال پیش ترم اول از این 25 تومن دستی گرفتی هنوز ندادی، اگه اونو بدی من میام باهات. دکتر برگردیم به منطقه. اینایی که عمری خرجشون رو دادیم تو زد از آب در اومدن که این همه قربون صدقه مقام عظما میرفتن، الان که وضعیت نظام CCUE شده تره خورد نمیکنن. نکنه قربون صدقه رفتن مقام عظما تو رو گولت زده؟ اونا که قربون مقام عظما نمیرفتن، قربون جیبش میرفتن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که بچه خلاف بود و ناکس. زورا که باباش میخوابید میره بالا سر باباه پیشونیشو ماچ میکرد، صورتشو ماچ میکرد، دستشو ماچ میکرد. خوب که مطمئن میشد خوابه میرفت یه 50 تومانی از تو جیبش کش میرفت. روشن شد یا 50 تومان از تو جیبت بکشن بیرون. آیه دکتر این دسته صندلی سینما که معلوم نیست مال منه یا مال بغل دستی، تحلیل شما هم نشون نمیده بالاخره استراتژیست نظامین یا بیگانه. میگن تو جهنم یه جایی هست، حالا ایشالله خودتون میرین میبینین، من بگم مزهش میره. آیه کابینم حرف دهتو بفهم، همون دسته صندلی سینما کافی بود که من اینجا برگردم اینجا